السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم و رحمت الله و برکاته. امور خوبه تیجی؟ بله و علیکم و السلام، گوش میکنیم شما رو. حضرتان سوال داشتیم، همین آیا اسلام به همین وحدت و یک پرچگی به همین خیلی دعوت کرده است؟ یکم دلیل هست حضرت در این مسئله؟ سلامت باشید، ما در همین مسئله داریم صحبت میکنیم. سوال دیگری باشد. شما از نظر مذهب هم میشه حضرت. سلامت باشید. سوال دیگری دارین؟ حضرت همین است. سلامت باشید. سلامت. برادر عزیز میگوید که آیا وحدت، شما ببینید قرآن و حدیث سراسر در بیان وحدت است. حتی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم از تنها سفر کردن، از تنها خوابیدن در مکان خواب، از همه این چیزها منع میکند. حتی میگوید با جماعت باشه، من شذ فی النار، کسی که از جماعت بیرون هست اون در آتش رفته میسوزد. همین در پاده گوسپند، حتی در حیوانات ببینید گوسپندی که از گله عقب میماند اون رو گرگ میبرد. سراسر تعلیمات معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و آیتی که من چند لحظه پیش که آیه سوره آل عمران آیت 103 واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اینجا بیان میکند برای کل دنیا که شما وحدت داشته باشید، یک فکر باشید، یک رأی باشید، در رسمیان خدا با دست جمعی چنگ بزنید، یعنی با قرآن، یعنی وحدت را از میان نبرید. اینا دلایل قرآنی و حدیث هستند که حتی ولا تباغضوا ولا تحاسدوا و کنوا عباد الله اخوانا، یعنی حدیث درازی در این باره است که شما میانتون دشمنی، عداوت، کینه‌ورزی، حسودخوری نکنید و یک جا باشید، دست جمعی باشید، وحدت داشته باشید و برادران در راه خدا باشید.